برای داشتن زندگی سالمتر و پاکیزه‌تر دستگاه دیجیتال بیده کووی را به شما معرفی می‌کنیم که برای زندگی بهتر شما طراحی شده است. بیشتر مردم فکر می‌کنند که توالت آنها از نظر ضد عفونی ایمن است. اما باید در نظر داشته باشید که شما با دستمال‌های توالت نمی‌توانید نظافت کاملی انجام دهید. برخی از بیماری‌ها و عفونت‌ها بر اثر استفاده از دستمال توالت ایجاد می‌شود. گاهی دستمال توالت وسیله مناسبی برای تمیز کردن نیست. ممکن است بیشتر جرم‌ها در حفره‌ها یا شیارها باقی بمانند. بیماری‌های مقعدی و تحتانی دیگر یک مسئله شخصی نیست، بلکه بسیار رواج یافته است. بر اساس آمار یک مؤسسه ملی، بیش از نیمی از مردم آمریکا از این بیماری‌ها رنج می‌کشند. با تمیز و ضد عفونی کردن می‌توان از این قبیل بیماری‌ها جلوگیری کرد. فواید بیش از آن چیزی است که شما فکر می‌کنید. ارائه نظافت ملایم هر روزه و ماساژ نواحی تحتانی و کلی از جمله این فواید است. همچنین این دستگاه از بیماری‌ها و ناهنجاری‌های متداول ناشی از نظافت عفونی جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، به واسطه فشار بالای آب از لخته شدن خون جلوگیری می‌کند. به همین دلایل است که برای فشار خون و مرض چاقی مفید است و برای کودکان و افراد ناتوان به راحتی قابل استفاده است. همانند انسان‌ها، توالت‌ها نیز نیازمند پاک کردن و شستشو برای یک زندگی پاکیزه‌تر و سالمتر هستند. در مرکز این تحول به سوی داشتن فرهنگ توالت پاکیزه‌تر و جدیدتر، دستگاه دیجیتال بیده کووی قرار دارد. تکنولوژی پیشرفته دستگاه دیجیتال بیده کووی را تجربه کنید. کنترل از راه دور، فیلتر نانو سیلور، گرمکن آب، 3 حالت تنظیم پخش جریان آب و تکنولوژی جریان هوا به اضافه آب، سیستم خشک کننده، نازل متحرک و گرمکن نشیمنگاه. همه این کارکردها برای راحتی و پاکیزگی محیط شما هستند. اگر یک بار از این استفاده کنید، دیگر از استفاده از دستمال توالت احساس رضایت نخواهید کرد. فیلتر نانو سیلور با استفاده از حباب‌های نقره سرامیک کننده که از عناصر طبیعی استریلیزه حرارت دیده تشکیل شده است، آب را پاکیزه می‌کند. در نتیجه، آبی که برای طهارت به کار می‌رود، خالص و تمیز است. سیستم شیر 4 راهه 20 نوع مختلف جریان آب را مطابق با نیاز ویژه هر فرد ارائه می‌دهد. 3 سطح مختلف فشار آب نیز برای اهداف مختلف قابل دسترسی است. حالت جریان آب باریک می‌تواند برای تمیز کردن متمرکز استفاده شود و حالت جریان پخش شده آب برای نظافت ملایم. با استفاده از تکنولوژی که حباب‌های هوا را درون آب ترکیب می‌کند، دستگاه دیجیتال بیده کووی می‌تواند با بیش از 50% کاهش مصرف آب، قدرت پاک‌کنندگی بیشتری داشته باشد. پمپ هوا حباب‌های هوا را با آب ترکیب می‌کند و فرایند نظافت را ملایم‌تر و راحت‌تر می‌کند. پس از آنکه نظافت تمام شد، سیستم قابل تنظیم دمای خشک‌کن هوا محیطی پاک و سالم به شما ارائه می‌دهد. دستگاه بیده جدید کووی نیازی به نیروی برق ندارد و تنها با نیروی فشار آب کار می‌کند. مدل BA12 یک پیچ کنترل کننده دارد که موجب افزایش راحتی مصرف کننده می‌گردد. هیچ افزایشی در قبض برق شما وجود نخواهد داشت. از آنجا که BA12 با فشار آب کار می‌کند، عدم نیاز نیروی برق یعنی هیچ گونه سیمکشی مورد نیاز نمی باشد. 3 ویژگی خاص در بیده غیر الکتریکی کووی BA12 وجود دارد. اولین ویژگی کنترل فشار است. لاستیکی که درون شیر تیشک وجود دارد، مقدار جریان آب و فشار آب را کنترل می کند. دومین ویژگی کنترل انتشار آب است. با این عامل شیر منوال نازل تمیز کننده و قابلیت تمیز کنندگی را کنترل می کند. آخرین ویژگی نازل شستشوی ملایم است.
زمانی که نازل نگه داشته شود، آب به صورت خودکار برای استفاده بهداشتی‌تر تطهیر می‌شود. به علاوه، طراحی زیبا و شیک آن فضای داخلی سرویس بهداشتی شما را زیباتر می‌کند. همچنین BA12 طراحی ارگانیک هوشمندانه و کارکردهای مفید و راحتی دارد. BA07 بیشتر بر روی عملکردهای اولیه تمرکز دارد و طراحی ارگونومیک آن برای استفاده راحت‌تر و ایمن‌تر بوده و همچنین مقرون به صرفه‌تر می‌باشد. BA08 آسایش مصرف کننده را با استفاده از یک کنترل از راه دور قابل جدا شدن بیشتر کرده است. BA09 با دارا بودن حافظه لمسی، دما و فشار آب مطلوب هر مصرف کننده را حفظ می کند. BA10 دارای رنگ‌های سفارشی و کارکردهای قابل تنظیم است. BA12 بدون نیاز به برق با فشار آب کار می کند. تکنولوژی پیشرفته BD کووی را مطابق با نیازهای خود تجربه کنید و زندگی خود را بهداشتی‌تر و راحت‌تر نمایید. کووی، ما زندگی شما را سالمتر و شادتر می کنیم. ما سلامتی را به ارمغان می آوریم.